موضعی که ما قرار داریم باغ بوتانیکی فرهنگی کوهسار عجم است. برای من بخش باغداری کیفیت زندگی است، اقتصادیات هم هست، سرمایه زندگی است. در این باغ آزادانه قدم میگذارم. با درختها مناسبت عادلانه میکنم چون باغبان. برای من هر یک درخت این باغ عزیز است، چرا که هر کدوم اگر 35 ساله هستند از دانه شناندیم، پیوند کردیم، پرورش کردیم. میگن کمال کسب آموختن برو از باغبان آموز که آبی دیده میگیرد شراب و شربت باغش. اگر تو چگونه کسب را اختیار کرده باشی، بخواهی که به درجه کمالات این کسب برسی، برای محنت از زحمت از دهقان از باغبان بیاموز. و فلسفه زندگی هم این است که باید بعد سر خود یک چیز باقی بماند و او باغ امید است. امیدی که این باغ به امید نسل آینده، به امید فرزندان، به امید نوه‌ها، به امیدی که از این درخت شنانده شما دیگر ثمر دیده باشند. ساحه باغداری هم برای ما میراثی است. زحمت باغبان بودن. باغداری هم معنی رو نداره که یک نیاز میده ثمر باید میده. دنیای علم است، دنیای ذوق است، دنیای هنر است. من همین کسب باغبانی من به یگان منصب دنیا عوض نمیکنم و من هم هیچگاه نمیگذارم که کسی این کسب به احترامی داشته باشه. که چرا از نعمتش استفاده میبریم ولی خودش احترام نداره. بخون اگر من اینجا یک باغ بنویسم تو خواهش میکنم که یک قرآن بسی، یک نهال عجیه بشنونیم، یک قرآن بسی. باید داشت اینجا بچه ها خرد این زمین بود بچه ما اینجا باغ چی شد و این نیستان این همش چلچک همش شبه در این تو شما من دعا بکنید انشاءالله که من در اینجا باغ بنیاد میکنم. و یک چپریچه کندیم رحمت پدر ما یک نهال دادیم و دستش قطید و من با بیل در داخل نهال صحبت گفتم و پدر من دعا داد. تمام نمود درخت در اینجا میسبزد، فقط تنها یک سیب 64 نمود یک سیب فقط داریم که پای محلی 36 نوع بود است در اینجا 24 نوع زربالو است، نوع زیادی آلو و گلاس و چارمغز همه نمود درخت نوع گوناگونش در اینجا است. کلمه نمیشوه نمیتونه من هیچ وقت قبول ندارم. اگر انسان صدقاً بخواهد صمیمی بخواهد نمیشدگی کار در دنیا نیست. بهترین کار دنیا رو مردم میتونن، انسان ها میتونن کار کنن. بیشتر از سایت های اجتماعی میخوندن درباره این باغ و این موضوع آشنایی پیدا میکردم. کدوم ایمانی میبیا تأثیرات چه مینیزه در شبکه‌های اجتماعی و یا که با همصحبت‌ها رفیقا و همدیاراش همشهریاشون صحبت میکنن و کیفیت اونا بعدی شنیدن این معلومات را میگویند. یک درخت سیبی هست که در یک سیب 12 نوع پیوند است، در درخت دیگر 24 نوع پیوند است. همین سریع ها وقتی اومده به یک درخت نگاه میکنن که 12 شاخه دارد، هر یک شاخش میوه
میوه بسته است که از نگاه رنگ و بو مزه و حجم دیگرگون است. هیچ چیز در حیاتش ندیده است، بار اول میبینه. ولی یک تاثیراتی در زندگیش سیاه از کیفیتش است. یک جای برم که یک چیزی ببینیم که در حیات ندیده باشه، برای سیاه کیفیتش نمیده. وقتی که میبیاد به همین باغ تا به سر دسترخوان از هر یک میوه هر یک درختش یک نوش یک دانه میخوره تا به سر دسترخوان میره که الکی سیر شده. برای سیاه جای خوابی 5 نشانه دار ضرورت نداره.